قربان قانون قانونه، حتی برای همسر شما. خفه شو احمق، چه گوخوریا، مثل اینکه دلتون میخواد اولین روزتون آخرین روزتون باشه. شرمنده قربان، الان امرتون و اطاعت رو اجرا میکنیم. فقط مسئله اینه که عرشیا جریمه رو نوشته که نوشته. خودتون همین الان میریم پرداختش میکنین، با احترام همسرمو راهی میکنین برگردن، عذرخواهی میکنین ازشون رسما. وای به روزتون اگه موقعی که برگرده خونه ازتون ناراحت باشه. آخه قربان قانون برای همه. خب زود باشید عذرخواهی کنین ببینم. ما چرا باید از شما عذرخواهی کنیم؟ اونم شمایی که قانونو. خفه شو بابا، دهنتو ببند. ما از شما عذرخواهی میکنیم. اصلا ما نباید میومدیم اینجا مزاحم وقت خانم محترمی مثل شما بشیم. حله؟ اوکی، اما دوستت هنوز عذرخواهی نکرده. ما چرا باید از شما عذرخواهی کنیم؟ اونم شمایی که قانونو. باشه ببخشید، ظاهرا تقصیر ماست. شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنید، این تیکت هم ما خودمون پرداخت میکنیم. اونو که باید پرداخت کنیم. تازه شانس آوردی من موارد دیگر رو به شوهرم نگفتم. جون اون مادرت نگیا، ما که گفتیم ببخشید. ببخشید که کافی نیست. همین الان دوتاتون میرید ماشین منو میبرید کارواش، میشورید مثل دسته گل. بعدش هم میرید بچه منو از مدرسه میارید خونه، ظرفای آشپزخونم هم تمیز میشورید. ای بابا، مگه ما ظرف شوریم؟ ما الان باید برگردیم سر